سمندر بار نخست است که جانوران وحشی را از نزدیک می‌بیند. با برادرش به باغ جانوران آمد تا آنچه که درباره حیوانات خوانده بودند از نزدیک ببینند. آمده در اینجا حیوانات وحشی مثلا شیر، پلنگ، خرس و دیگر حیوانات را تماشا کردیم. خیلی راضی هستیم، مقبول شد همه اینها. مثل این برادران اکثر نورسان در جنوب تاجیکستان از آوردن باغ وحوش به شهر و ناحیه‌هایشان خوشحالند. نوابسته به پهنشوی ویروس نو همه روزه ده نفر به تماشای جانوران می روند. بیننده ما من همین رایان به حد بسیارم از حیوانات ما یگان چیز نیست. مردم آمده رفتن تماشا کردن، کلور داریم، اسپیرت داریم. همه مردم خیلی مردم یکدیگر فهمی کردیم. مردم ما خیلی دستگیری کردن. تشکر زیاد برای این مردم. یک هفته است که جانوران باغ وحوش شهر خوجند مهمان ناحیه بلخی است. این جانوران را زمستان امسال از نبود شرایط در شهر خوجند اول به شهر ترسونزاده و بعداً به ناحیه‌های ختلان آوردند. حالا این باغ وحوش به طور سیار فعالیت می‌کند. مأموریت باغ وحوش پرواز می‌گویند مردم هم به جانوران خوراک می‌دهند و هم تماشا می‌کنند. استوده مردم خصوصا همه بچه ها می‌بیاید و تماشای شیر و گرگ و مورای کلان تماشا میکنم. من گاوای ششپاره تماشا و همه حیوانات بچه های حواسشون به من حاضر کدام سایت تلویزیون رادیو یا خانه کجا باشه بچه ها فقط همه خفه خود یک حاضر بچه ها برای همه آمدگی بچه ها خصوصا. در اینجا 20 جانور و پرنده باغ معمولا از حساب تماشابینان با خوراک تامین می شوند. مسئولان باغ جانوران برینند که در صورت اعلان کرانتین یا کم شدن تماشابینان جانوران به بحران غذا روبرو می شوند.